ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ با افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتار سوم را از سلسله خوانش بدیعی از روی رمن نویسنده اعظم صدقی پیرهه قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. تاجران خوجند از سفر قاشغر برگشته خبر آوردند که تنبوری در آنجا دکان گزوار کشاده است و خودش صحت سلامت است. این چنین آوازه پهن شد که دخترش را در قاشغر به شوهر داده است. شاید این راست باشد، گفت کمال. نه پسر، قصه ای که کردم حقیقت است. دیرتر به بعضی شخصان سردان معلوم شد که از آن واقعه همسایه باغ تنبوری واقف بوده است. او فرصت یافته جسد دختر را کافته برآورده، شسته، کفن پیچ کرده در قبرستان مسافران می گوراند. من و سید فرخ به اصل واقعه باور کردیم، زیرا همسایه باغ تنبوری در یک مدت کوتاه به دولت شد. در 1 سال 2 توی کلان داد. معلوم شد که این همه از تنگه های طلای به سر دختر پاشیده نصرالدین بوده است. 3 سال از بین گذشت. پسرش به قاشغر رفته، از آنجا پدرش را گرفته آمد. البته این به مصلحت دوستان نبود. تنبوری پسرش را خانه‌دار کردنی شده به درگاه سید فرخ خواستگاری رفت. مدرس او را خوش پذیرفت، خیلی مهمان نوازی کرد. نصرالدین باری دیگر باور حاصل کرد که در انتخاب دوست خطا نکرده است. سید فرخ به وی وفادار می باشد. به دیارم با دلی ناخواهم برگشتم، گفت تنبوری. از طرف دیگر خانه‌دار کردن فرزند قرض پدری من است. آمدم و با شما و خواجه عبدالله واخوردم و دیدم که در کوی بی کسی پرشکسته شده ام. هر دوی شما به دلم چراغ امید برافروختید. دلم به زندگی گرم شد. گو میارید به ما شادی بگریخته را، چی کنم شادی بی دوست که 100 غم با اوست. از این مصرع‌های خواجه کمال مهر دیار و یار و برادران در دلم بالا گرفت. روزی یکی از شما را نبینم زیق می شوم، سرحساب کارم گم می شود. گمان می کنم که دنیا به نظرم تاریک شده است. در حال به سراغ شما یا به جستجوی شاعر کمال می برایم. هر شعری که او می گوید برای من معجزه است. دلم از آرزوی هوس زندگی لبریز می شود. به درگاه خداوند سجده می کنم، التجا می نمایم که مرا از این ذات شریف جدا نکند. این بود که با تمام هستی به شهر عزیزم از نو دلبستگی پیدا کردم. خدا را 100 شکر، گفت میزبان. قرارداد خوب است، اما همه را از روی منفعت خود حل کرده اید. دوستان در چه اندیشه اند به شما دخل ندارد. عذر می خواهم دوستم، اگر رفتار من ناسزا باشد بگویید، در حال به اصلاحش می کوشم. این گفتار و این رفتارتان شایسته است. مردم از جمله ما و خواجه عبدالله از شما رنجیده ایم. شما همگان را از تراوت معنوی محروم ساخته اید. آن حلاوتی که از صوت لطیف و آواز ظریف شما می بردیم 100 افسوس که خواب و خیال شد. مرا ببخشید، شما نمی فهمید که آواز خداداد تا آن روز ثروت شما بود که
خود را به خلق نشناسانده بودید. مردم آن را شنید و پسندید، پس آن مال مردم شد. خود بارها عرض نموده اید که متن در سرود بافته جان است. ما بسیار حافظها را می شنویم، می بینیم که بافته های جان سرود آنها پاره پاره می باشند. روزهای آخر این نوع سرودها را خود شما هم بسیار شنیده اید. بله، شنیده ام. چطور به آن طاقت می کنید؟ خاموش می شنید؟ دوستم، قطعی قرار دادم که به دست تنبور نمی گیرم، دیگر آواز نمی برارم. آفرین به شما، سلمنا. این را بر قصد کی می کنید؟ بر قصد بدخواهان و ناتوان بینان؟ شما که گنج خداداد دارید شکر گویید، اینان خود به کار برید. سرود شما بلندتر صدا دهد و دل و جان آنها بلرزه آید. مردم بیند که آواز شما عالمگیر است و پیکری حسودانتان را می سوزاند. بجای آن که بجان و جگری بدتینتان ناخن زنید، سر به زیر دامن کشیده نفس فرو برده اید. از راستی به شما حیفم می آید. نمی دانم آن غرور و سربلندی های شما کجا شد. آید طلبی که با آن به درگاه من آمده اید، چنین می گویم: پسری شما فرزند قابل، مردم وی را پسندیده است، اما من به شرط با شما خدا می شوم و به پسرتان دختر می دهم که به گفت من راضی شوید. به چشم، بفرمایید. اگر باز به دست تنبور گیرید و حافظی کنید، دانید که دختری من عروس پسری شما می شود. تنبوری بجز ریزا شدن علاج دیگر نداشت. خواجه کمال بعد شنیدن چنین حکایت به نصرالدین تنبوری مهر بست و هر سری وقت او را برای صحبت خاصه دعوت می کرد. قریب 1 ماه می شد که به خواجه کمال امکان نمی دادن روزی با جوره های هم مکتب خود وقت خوشی کند. خویش و تبار دوستان خواجه عبدالله نوبت به نوبت به افتخار شاعر ضیافت می آراستند. پایان مهمانداری یکی از جای می خیست و عرض می نمود که هفته آینده فلان روز به 1 پیاله گلاب به کلبه ما مرحمت نمایند و 1 پیاله گلاب به ضیافتی شباروز تبدیل می یافت. کمال از بزم و ضیافت خسته شد و روزی به پدرش شکایت کرد که دیگر تاب و توانی در بدر گشتن ندارد، رخصت دهد که با محمد 1 هفته به سیر کوهستان برآیند. پدر باور کنید که از این نشست‌های دامنه‌دار مینه مغار بست و دل زنگار. همه بزم‌ها یک رنگ و دلگیرند. اگر دسته مشاقان و نصرالدین تنبوری نباشند، شب نشینی به برداقی پروری تبدیل می یابد. بسیار کسان امیدوارند که به حولی آنها مهمان می شویم. پاسخ داد خواجه عبدالله: به خانه یکی رویم و به دیگری نه، البته از ما می رنجند. روز و ماه و سال تکرار نشونده است دوستم. به صحبت همراه شد سید فرخ. واقعا پس از روزگار 1 رنگ کس دلگیر می شود. وقتهای آخر نشستها تکرار یکدیگرند. رخصت دهید کمال و محمد هفته به سیاحت برآیند. با طبع خود نشینند، بخیزند، کجای خواهند بروند. بعدی که برگشتند به کار کمر بندند.
شما می خواهید مکتب گشاده دهید. من به این هرگز راضی نیستم. سخن من بی اساس نیست. خواجه به مدرسه من آمده درس گویند. وقتش رسد خودم به این کس مکتب می کشایم. به پیشنهاد بنده چی می گویید شاعر؟ کسی دیگر می بود نمی گفتم. تشکر. خواجه عبدالله، لطفاً به دوستان خبر رسانید که ضیافت‌ها موقوف گذاشته می شوند. شاگردان خواجه کمال هم جوانان 15-16 ساله بودند. محمد 17 ساله به آنها خلیفه بود. از روی فرمود استاد به مشغولیت‌ها سرداری می کرد. بعضاً در نبودن خواجه کمال نظارت می کرد که شاگردان درسی گذشته را تکرار کنند، سپارش مدرس را بجا بیارند، اگر وقت شود شعرهای تازه خوانند. چندی از بین نگذشته درسگویی شاعر به اطراف آوازه شد. از دیگر مدرسه ها جوان ها می خواستند به اینجا آیند و به درس های خواجه کمال اشتراک کنند. شاعر راضی نمی شد. از سید فرخ خواهش نمود که مبادا از روی خویش و تباری به یگان نفر رخصت دهد که از دیگر مدرسه اینجا بیایند. در مدرسه بیرون از درس با شاعر کمال بازدیدها برپا می گردید که در آن اشعار نوقلمان خوانده می شد. استاد به هر کدام بهای سزاوار می داد. خالصانه و با خوشنودی پدیده های نوقلمان را تحلیل می کرد. با شوخی و ظرافتگویی به ایجاد آنها ایراد می گرفت و راه اصلاح قبح شعر را نشان می داد. استاد چشمش افتاد که یک نفر از شاگردان دم به دم در کنج نشسته چیزی می نویسد. بعضاً فرصتی تنهایی یافته نوشته اش را به آهنگ تکرار می کند. اگر او شعر می آفرید چرا مانند دیگران در مجلس شاگردان نمی خواند؟ شاعر روزی او را نزد خود خواند و پرسید که شعر می گوید یا نه. عذر استاد، شعر را از حد زیاد دوست می دارم اما به گفتنش استعداد ندارم. پاسخ داد شاگرد. هر بار که شما شعری تازه خوانید در دلم شوق شعر گفتن پیدا می شود. چون عزم شعرگویی می سازم فکرها پریشان می شوند و من به حال خویش می خندم. خندیدن لازم نیست. شاید روزی رسد که چشمه استعداد جوش زند، خدا به شما مددگار شود و بی اختیار شعری آفرید. کمال با شاگرد صحبت می کرد و دلش گواهی می داد که او فردی ایجادگر است. شاعر با محمد بعد درس به حولیش می رفت. ره تا ره به خلیفه از صحبت امروزه با شاگردانش نقل نمود و گفت همانی که گاه گاه به وقت تنفس گوشه نشینی می کند به نظر من جوانی عجیب نمود. استاد شما او را خیلی خوب آموخته اید. وی در نظر دمدوست می نماید. اصلا کانی شوخی و خنده است. لطیفه ها می گوید و لطیفه می نویسد و ظرافتگویی می کند. راست گفتید، من خطا نکرده ام. چرا با او تا به حال اهمیت نداده ام؟ باکی نه، حالا هم دیر نشده است. خواجه کمال روزی دیگر در اول درس به آن جوان رو آورده گفت از شما خواهش می کنم لطفاً از نوشته هایتان به ما یک تا لطیفه بگویید. جوان خیلی خجالت کشید. از خواهش ناگهانی استاد دست و پا خورد. راست می ایستاد و چشم از زیر پا نمی کند. این وقت آواز شریک درسان بلند شد که لطیفه بز را بگو گفته اصرار نمودند. اگر از من شرم دارید می توانم از حجره برآمده از پس در گوش کنم. نه استاد، می بخشید، شب در خانه مهمان بود. آش را خیلی دیر کشیدند. من از سراسیمگی یک پاره گوشت را
با استخوان معده اش فرو برده ام. به خدا شکر که بی آزار از گلو گذشته رفت. این دم شما بیخواست به من لطیفه بخوان گفتید. از زور هیجان به تنم لرزه در آمد. خواستم به شما جواب بگویم، چیزی راهی نفسم را گرفت. به گمانم این همان استخوان شب فرو برده ام بود و مرا آگاه نمود که دیگر لطیفه گویی نکنم. حکایت خوب، اما بوزی که شاگردان از شما خواهش دارند آن چی بوز است؟ استاد از جای برخیست جوان دویم. این نقلی که شنیدیم حالا بدیهتاً بافته برآورد، از لطیفه های کارخورده بخواند. استاد خواجه کمال پگاهی از نزد مزار می گذشتند. حکایت سر کرد جوان. پیش خدمت مزار بزک ناشودی را در دست داشته می نشست. استاد گشتی پیشین باز وقتی گذشتن از آنجا دیده اند که آن مرد هنوز بز در دست نشسته است. خر بز گوید نمی خرند مگر؟ پرسیده اند خواجه. نه، نمی خرند تقصیر. کمتر به بز آب پاشید تر شود. تربوزه خر گوید، شاید که بخرند. مصلحت داده اند استاد. خوب شده است گفته پیش خدمت مزار تازان آب آوردنی می رود. کمال نقل شاگرد را خیلی پسندید و پرسید این لطیفه است یا ظرافت گویی؟ این لطیفه نه، پاسخ داد جوان. اگر ظرافتی داشته باشد ظرافت گویی می شود. برای لطیفه بافی و ظرافت گویی ذوق بلند ضرور است. آفرین، شما صاحب ذوق بلند هستید. کامیابی و کشایش ها می خواهم هرچی بیشتر و خوبتر بنویسید. بعد این سخنان خواجه کمال آن جوان در بین شاگردان به تخلص ذوق بلند صاحب شد. کل مردم شهر خوجند و نواحی نشینان کشاورزی می کردند. در شهر اقامت داشتند و باغ و زمینشان در دیهات بود. بهار و تابستان و تا آخرهای تیر ماه و اول زمستان در چیله های سری زمین و باغات و میدانها زندگی می کردند. تیر ماه حاصل را غنداشته، اسباب روزگار موقتی را برداشته باز به حوله های شهر می کوچیدند. دهقان بهار و تابستان و تیر ماه جان می کاهاند و در زمستان راحت می کند. این عباره به بسیاری از شهریان تعلق داشت. امسال ماه رمضان به زمستان راست آمده بود. شب تا سحر شربتخانه های اطراف بازار گذرها سیر آدم می شدن. بزم و طرب اوج می گرفت. مردان عمر دیده و جوانان نوخط بعد افطار به طربخانه ها می برآمدند. در بری طربخانه ها دکان های شیروار فروشی، قصابی و هفت میوه واقع بود. نبات و پرورده، لوزینه و حلواهای کنجید، پشمک، حلواهای گزر و رستی و مغزی طبقهای میز را زینت می دادند. در دیگهای کلان میز نشالای قندین کفک می کرد. پیسته های خندان، مویز سیاه و بیدانه، کج بادام و سنگچه بادام، قاق قندک و میرسنجلی، کشمش زرد و سیاه سایگی، جگده قندک و خسک و چارمغز از میوجات خشک بود که به رفع دکانها ریخته بودند. در همین دکان انار پردان و شیرین سیاه دانه، انگوری حسینی و طایفی سرخ، ناک زرد و کبودی کلان کلان، سیب سرخ کاسگی و کلچه سیب زرد، خربوزه گرگک و تاکی فروخته می شد. صاحبان دسترخوان از دو دکان خرید کرده بلعلی های کلان هفت میوه می آراستند. از دکان قصابی گوشت و روغن خریده به آش سحری آمادگی می دیدند. بازار شب فیض و شکوهی به خود خاصی داشت. در همه دکانها شمدانها فروزان بودند. در چهاررهه بین رسته ها
کله کنجاره می سوخت و به اطراف روشنی می افکند. آتشی آن پس شود، با کفلیز به میان کنجاره روغن می ریختند و علنگه بلند می شد. در دکانها بیشتر جوانان سودا می کردند که در تن لباسهای بزیب و خوشرنگی ایدانه داشتند. زنان و نوعروسان و دختران به سر چادر گرفته گروه گروه شده در اولی شب به بازار شب می آمدند. دیری نگذشته همه غیب می زدند و به حوله هایشان پراکنده می شدند. مردان در این ساعت به دکانها خرید کردنی نمی رفتند که به زنان خلل نرسانند. نودامادها به نوعروسان که با دوگانه های خود به بازار شب می آمدند شیروار و میوجات و نان شیرمال و فطیرهای روغنی و سمبوسه های تنوری خریده به رومال بسته می دادند. زنان رومال به دست به حولی بر می گشتند. آنها گاهی در اطراف طربخانه به سرود حافظان گوش می دادند و افسوس می خوردند که مدتی مدید ایستاده گوش کردن ممکن نبود. اگرچه شکوه و شکایت نداشتند، ولی با طبع خیره و خاطری آزرده به حوله هاشان بر می گشتند. خود را با آن تسلا می دادند که دلخوشی های آنها در پیش است و از بازار شب برگشتن شوهران خود را انتظاری می کشیدند. خواجه کمال به سیر بازار شب، به صحبت طربخانه، به سرود و موسیقی هنرمندان شوقمند بود. وی سالهای اول با محمد به یکی از دکانهای پدرش آمده می نشست. فروشنده در یک گوشه دکان به آنها دسترخوان می کشاد. دوستان صحبت آراسته از دور باشد هم صوت نوازنده و آواز حافظ را گوش می کردند. اما این سال گذشته بود. صاحب طربخانه رنگین که در روبروی رسته دکانهای خواجه عبدالله واقع بود، گوشه مخصوص ساخته برای شاعر جای تخت نمود. استاد، این جای خاصه شما، با هر کی دلتان میخواهد بیایید. امسال شبهای رمضان را با ما گذرانید. خواهش نمود صاحب طربخانه. این کس دسترخواندار شما اند. مرد میان قدی را نشان داد که چهره کشاد داشت و از حرکتش معلوم بود که چست و چالاک است. خواجه پیشنهاد صاحب طربخانه را پذیرفت. به خانه رفت و به اندیشه افتاد و به محمد گفت: دوستم، به پیشنهاد صاحب طربخانه چی میگویید؟ هنگام صحبت حرف نزدید. شکر را کی تلخ گفته است؟ در گوشه نشسته موسیقی گوش کردن خوب است یا در محفل دوستان بودن؟ مجلسی دوستان خوش است. دوستان ما و شما شاگردان مدرسه اند. اگرچه چندان سال دیده نیستم، اما فرموده اند که اهل ذوق خوب باشد که با بزرگان نشینند. هر کس از مایده وصل نصیب طلبد، تا کی را بخت نشاند به سری خوان وصال. چشم حق دیده کجا طالب فردا باشد، طالب و وعده دیدار زهی امر محال. ما نه آشفته نقشیم که در آب و گل است، نظری پاک نباشد نگران بر خط و خال. ساعت رسد و استاد به آن جای تخت مانند نشینید. بسیار شخصان بزرگ پیدا می شوند که از مائده وصل نصیب طلبیده می آیند. پیشگویی محمد راست برآمد. در طربخانه برابر خواجه کمال مردان صاحب سخن جمع آمدند. شبهای رمضان با تفسیر حدیث، نقل و روایت، با شنیدن ساز و آهنگ خوش می گذشتند. شماره مهمانان تا رفت زیاد می شد. از این حال
طبع صاحبان دیگر طرف خانه ها کاهید. به شکایت آمدن. به حاکم مدرسی بزرگ گوشرس کردند که کمال برای افزون نمودن آبرو در بین عوام عاید دین و دینداری سخنان بدعتانه بیرون از قرآن را میگوید. این خبر تا به گوش والدان شاعر رفته رسید. مادر بیحد الم کشید. روزی فرصت یافته به خواجه عبدالله درد دل کرد و عرض نمود که او نسبت قسمت فرزند بی پروا است. شما ملاحظه کنید که همنشین های پسرتان کیستند؟ مردهای 3-4 بچه دار، بعضی از آنها قریب با شما همسالند. با وجود این همنشینان خواجه بی حد شادند که از صحبتش بهره می بردارند. هر دفعه از وی سبق گرفته می روند. این خوب است برای آنها، اما برای کمال ما زیبنده نیست. کیها وقت آن رسید است که سری او را جفت کنیم؟ من راضی نیستم مگر؟ راضی هستید و عمل ندارید. به نزدتان شنانید، بفهمانید که با این یک روی هایش او پیرداماد شده میماند. 100 بار پسر خواجه عبدالله باشد و 100 بار شاعری شناخته، پیر که شد به وی دختر نمی دهند. با کدام روی من به درگاه دختردار می روم که به پسری پیری کفایه پیر پسر بوده است؟ کجای وی پیر؟ مرد عموما پیری ندارد. می خواهید که بعد از سری من به پسرتان زن گرفته دهید؟ نه، پیشتر. قاه زده خندید خواجه عبدالله. شما عروس یابید، پسرتان خوش کند، من توی کرده دهم. دوستان من هم دم به دم به سرم 4 مغز ملامت می شکنند. 2 روز از بین گذشت. پدر و مادر خواجه را در بر خود نشانده گفتند که وی باید همین سال زن بگیرد. مادری عزیز، می خواهم که همسری من همدرد و هم نفس من باشد. نه تنها خانه مرا آباد کند، این چون این چراغ دل من باشد. به این زن قادر است که ذوقی دارد. این وقت محمد آمد و برابری از در آمدن به صحبت همراه شد. مادر جان، به خدا شکر گویید شاعر عاشق شدند. براستی؟ پرسید پدر. براستی با پری آبی واخوردند و اما او را در خانه دیو جستجو می کنند. کدام پری؟ کدام دیو؟ فهماتر گپ زنید پسرم محمد. مادر به اضطراب افتاد. محمد نقل کرد که خواجه کمال یکی از روزهای بهار از باغ لب سای اسب سوار می آمده است. در نیمه راه از پس دیوار بلند باغ آواز فارم دختری به گوش می رسد که غزل شاعر را با آهنگ دلچسب زمزمه می کرد. دختر چون بیتهای زیرین را می خواند، شاعر خود را گم کرده به سر زین راست ایستاده به پس دیوار چشم می اندازد. گرچه ز خون کشتگان گشت رقیب سرخ روی، باز منت به دود دل روی سیاه کرده ام. ناصح اگر ببینیم روی به خاک راه او، هیچ مگوی کست و به روی به راه کرده ام. بود همیشه جان من رسم تو بی گنه کشی، هیچ نمی کشی مرا من چی گناه کردم. دختر پی می برد مگر که به سر دیوار می نگرد. شاعر را می بیند و در یک آن از باغ غیب می زند. خواجه شیفته و شیدای حسن جمیل دختر گشته دوام غزل را با حرارت قرائت می کند. خط چو دمید بر خط مهر دلم زیاده شد، نام خطت بران نشان مهر گیاه کرده ام. آنچه کمال از آن دروغ کرد بیان در این غزل، سهل مبین که فکر آن من به دو راه کرده ام.
غزلی در 2 ماه نوشته خواجه ما را 6 ماه آواره کرد که سراغ آن دختر را پیدا کنیم. حکایتش را دوام داد محمد. دست اول ما به همان باغ رفتیم. با بهانه آن که در راه خسته شده ایم در آمده شربت نوشیدیم. در باغ به غیر از آسیابان کسی دیگر نبود. پرسجو کرده فهمیدیم که حولی آسیابان در ده دیوتپه بوده است و او دختر نداشته است. به درگاه خدا شکر گفتم که از آسیابان دختر نرویده است. وی صورتی دارد که شب در خواب بینید به لبتان تبخال می دمد. قدش منار برین و تنش از کنده جواز غفسترد. به سری هر کتفش یک خرس شنت می بردارد. صندوق سینه و بدنش به مثل جنگل مازندران سیرپشم. در کاسخانه چشمانش 2 غولک آتش گرفته خونین می درخشد. اگر سلفه کند یا قاه خندد زمین زیر پای کس می لرزد. در فراورد صحبت پرسیدم که مگر او اینجا تنهاست؟ روزانه مردم گندم می بیارن، آرد کرده می دهم، پاسخ داد او. هوا تاریک که شد کسی به آمدن جرأت نمی کند. از قول مردم در این آسیای و در این میدان دیو و اجینه ها بسیار بودند. شما آنها را دیده اید؟ گفته پرسیدم. بعضی شبها کمچی خیل چراغچه ها به نظرم می نمایند. به گمانم این چراغک های اجینه، اما خود دیو را ندیده ام. می گویند که وی بدهیبت و برزنگی است. بسیار می خواستم یک بار روبرو شوم، با وی قوه آزمایی کنم. آسیابان آرینجش را قطع کرده موشک دستش را نمایش داد که به مثل گوبچکی چرخ عرابه بود. من به دل گفتم که آخر خودی تو از دیو برزنگی تری، دیو بیند می گریزد. اکنون خودتان گویید مادر، مادام که دیو هست اجینه ها چراغ می گرانن، پری بودنش ممکن یا نه؟ پدر و مادر خندیدند. پدر، می ترسم که محمد مرا به وسواسی نبرارد. شیر مرا پری از کجا پیدا کرده است؟ من آدم زنده و پری را از آدم فرق کرده نمی توانم مگر؟ از نگاهش دریافتم که او دختری شرمگین است. تا به حال صورتش در پیش نظرم. مادر، غم نخورید، من او را می یابم. خدا مددگار شما باشد و دری بختتان کشاده شود پسر. عید نوروز خوجند به عید دیگر جایها مانند نیست. عید در خوجند هر سال 8 ماه حمل آغاز می یابد. روز 21 به پایان می رسد. مردم در ساحل دریای سیهون شیپنگ ها می سازند، چادر می کشند. دکان های موقتی از انواع خوردنی و مال و مواد پر می شود. همه دکان و چادرها را منقش می کنند. عید در ساحل دریا 7 شب و 7 روز دوام می کند. در شب نشینی های عیدانه اساساً فرزندان مردمی توانگر اشتراک می کنند. خواجه کمال بعد مسافرت سمرقند بار اول بود که به عید نوروز می برآمد. خواجه عبدالله در مرکز عیدجا چادری کلان خوشرنگ زد. در پیشتاقش صورت شیر بود که قرص آفتاب را روی پنجه نگاه می داشت. صورت به همگان خوش آمد و به آن چادری شیر پنجه نام دادند. روز 1 در خیمه از یک طرف دوستان خواجه عبدالله، از طرف دیگر خواجه کمال و دوستانش نشسته مهمانان را به حضور می پذیرفتند. نصرالدین تنبوری با نی نواز و دایره دست و چنگ نواز
به خدمت دوستان آمده بود. هر سه مشاق که با تنبوری همراه بودند در هنرنمایی از همدیگر ماندنی نداشتند. خیمه شیرپنجه باز از آن سبب نظر دقت مردم را به خود مشغول می داشت که محمد در قرائت شعرهای خواجه کمال به همتا بود و در نزد مهمانان غزلها می خواند. اهل خیمه به خیمه دیگر نوبت به نوبت مهمانی می رفتند. انواع خوردنی از روی دسترخوان هیچگاه کنده نمی شد. خیمه خواجه عبدالله امروز سر مهمان بود. از خیمه تغدار و ماهچه بسر کسی نآمد. تغدارش از آن حاکم شهر بود و ماهچه دارش از آن مدرس مدرسه سری جوبار. به این هر دو نیز مهمانان زیاد آمدند. سید فرخ به مهمانی بزرگان کی می رویم؟ سؤال کرد به خواجه عبدالله. تفس بازاری لگن برداران پس شود؟ از کجا می دانید که آن تفس کی پس می شود؟ حاکم بعد نماز پیشین سر به بالین می گذارد. از قول خودش سرش خون بر این ورم می کند. از روی شنیدم پیش از نماز عصر 1 طبق گوش بریان یا 10 سیخ کباب نخورد ممکن است از سجاده سر نبردارد. به خاطر شریف نزد حاکم بعد نماز پیشین می رویم و به حضور مدرس بزرگ پیش از نماز عصر. مدرس مدرسه سری جوبار برای آن بزرگ نامیده می شد که به حاکم قرابت داشت و خرج و صرفش از حساب حکومت بود. حکومت برای احتیاج به وقف مدرسه میدانهای سرمیوه و زمینهای حاصلخیز داده بود. با روایت مردم کتف افشانی مدرس از حساب حاکم بود و سهولت کنان قدم پرتافتنهای او از درآمد وقف. نماز پیشین به پایان رسید و خواجه عبدالله و سید فرخ به خیمه حاکم تشریف آوردند. دیدند که حاکم در فراهم آوردن شرایط ضیافت شتاب می کند، پشتا پشت طعام می فرماید. دوستان این را دیده ذوق می کردند. اگرچه سیر باشند هم از خورد و خوراک لذت برده، هرچی را از بودش زیاد تعریف و توصیف می کردند. سید فرخ گپ را غاز داده از حاکم از دیروز و روزگار امروز چیزهایی را می پرسید که به شرحش وقتی طولانی در کار بود. حاکم نهایت به تنگ آمده عرض کرد که اگر باز نشستنی باشید می فرمایم برایتان آش پزند. کباب دیگی را با اشتها نخوردید. آش جناب عالی تبرکی، گفت سید فرخ. رنگ روی حاکم پرید. چشمانش از غایت خشم و غضب قریب از کاسه خانه اشان برآمده بودند. او سر بالا کرد، کتفایش را راست نمود و آهنگ کسی را فریاد کردن داشت که خواجه عبدالله او را از رایش گرداند. حضرت، هر طعام تبرک است و آن را باید بسیری خورد. از سری خانخسته آمدیم. اینجا کباب دیگی خوردیم. دردی شکم شدن ممکن. سخن خواجه عبدالله را ادامه داد سید فرخ. الان روز اولی عید است. نصیب باشد به آشخوری روزهای دیگر می آییم. مرحمت، خوش آمدید. گویان بر رخصت طلبی های مهمانان نگران نشده حاکم از جای برخیست و به تکی در خیمه رفت. مهمانان به سوی در روان شدند و حاکم از در بیرون آمد. هوا تغییر یافته بارانی برفالود میبارید و باد آن را به درآمدگاه خیمه آورده میزد. خوش آمدن خواجه عبدالله، مراجعت نمود حاکم. این خری هنگی شما
تا به کی اینجا هنگاس میزند؟ حاکم نصرالدین تنبوری را در نظر داشت. تا آخری عید به جای خواجه عبدالله سید فرخ پاسخ داد: جناب حاکم، چه خدمت بود؟ حادثه جیانی مرا می دانید. از این بدبختی آگهی داریم. به مراسم جنازه رفته بودیم. عزاداران عادتاً به اینجا نمی آیند. آواز نصرالدین تنبوری تا به درگاه جیانی شما نمی رسد. از این جهت خاطر جمع باشید، گفت خواجه عبدالله. به هم تعظیم نموده هر یکی از خیمه های خود رفتند. جیانی حاکم همان بای بچه بود که سببگار هلاکت فاجعه‌ای دختری تنبوری گشت. وی تیر ماه به کوهسار به صید آهو می براید. از پی صید افتاده از تپه کوه پریده جر می شود. جسدش را از زیر جری با عذاب و مشقت برآوردند. همه بند و بغمش شکسته بود. به وی خدا جزا داد، می گفتند دوستان نصرالدین. اکنون به مهمانی مدرسی بزرگ می رویم. گفت سید فرخ: نه، امروز همینش کفایه. اولی شب در وسط میدان وسیع ایدجا کنجاره بزم برپا شد. در میان جای و 4 گوشه میدان کله کنجاره درگرانده بزم آراستند. حافظان خوشاواز طبقچه در دست سرود خوانده به اطراف بزمگاه دور می زدند. به ساز و ضرب دایره دستان جوانان با غیرت شوریده دل می رقصیدند. از هر خیمه به آسمان مشک ها می پریدند. به میدان مشک های ایزار دوک سر می دادند. مردم از ترس آنکه مشک به ایزار پاچه می درآید می گریختند. چون مشکی به میان مردم می درآمد همه هیاهو می کردند. مشک به مثل مار پیچ و تاب خورده از گوشه به گوشه دیگر می دوید. جارچی اعلان کرد که به میدان نصرالدین تنبوری می براید. در سراسر میدان خاموشی حکمران شد. دیگر مشک سر نمی دادند. پیر و جوان همه تن گوش شدند. حافظ با دایره دست از در خیمه خواجه کمال برآمد. خیمه در شفت منزلی بزرگان شهر در بلندی واقع بود. مردم اینجا دیدند که نصرالدین تنبوری در بر لباسی بخملین سبز زردوزی و دایره دست کمزولی دوخابه سرخ گلدوزی دارد. هنر پیشگان با پاغنده های زینه پایان فرامدند و سرود آغاز نمودند. میدان چنان آرام بود که ساز و تنبور و دایره و آواز حافظ در هر کنج و کنار به گوش می رسید. شما گفتار سوم را از روی رمن اعظم صدقی پیرهی قسمت شنیدید که آن به 675مین سالگرد بزرگداشت شاعر شهیر تاجیک کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازов قرائت کرد. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانشی بدیعی.